الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت من اسمي، فمن واصلها واصلته ومن قطعها قاطعته. الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، من بندي فقير عاجز میخواهم در حضور مکرم شما چند سخنی را پیش گردیم. حضار محترم، موضوع من است صله رحمی کردن برای خویشاوندان خود. موضوع خود را در 5 سخن جمع‌آوری می کنم. الله متعال من را توفیق کلام محکم بده و شما را سماع متبرانه بدهد. حضار محترم، موضوع خود را در 5 سخن جمع‌آوری می کنم. اول، فضیلت و دوم، حکم صله رحمی برای خویشاوندان خود و سوم، اسباب قطع صله رحمی و چهارم، وعید در صله رحمی برای قطع صله رحمی برای خویشاوندان خود و پنجم، طرق صله رحمی برای خویشاوندان. حضار محترم، میایم سخن اولی من است حکم صله رحمی برای خویشاوندان چی است. نزد این آیات مبارک تمام علماء کرام حکم صله رحمی برای خویشاوندان واجب است. الله متعال می فرماید: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. زیر این آیت نزد تمام علماء کرام حکم صله رحمی واجب است. و سخن دوم من، فضیلت صله رحمی برای خویشاوندان خود. یکی از این نشانی ایمان است، چنانچه رسول الله مبارک می فرماید: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر و تصل الرحم. کسی که ایمان می داشته سر الله متعال و روز قیامت او صله رحمی می کند. اگر کسی صله رحمی نکند، ما آن را مؤمن کامل نمی دانیم. و فضیلت دوم، سبب دخول جنت می گردد. چنانچه از رسول الله مبارک پرسید، رسول الله مبارک پرسانید که راه جنت چی است؟ او گفت: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. صله رحمی کن، عبادت الله را کن، با آن شریک نگیری، و نماز را قائم کن و زکات بده و صله رحمی کن. و سخن سوم من، طرق صله رحمی 2 چیز است: یکیم بالوقت و دوم بالمال.
بالوقت اگر تو وس ندارید، طاقت ندارید که تو به خویشاوند خود کمک کنید، وقت بدهید به اون او تو کمک به کار زندگی دنیاداری برایشان کن. و اگر مال داری صدقه کن برای خویشاوندان خود. صدقه عام ثواب یکی دارد و برای خویشاوندان 2 اجر دارد. چنانچه رسول الله مبارک می فرماید: الصدقه علی المسکین صدقه و هی علی ذی رحم سنتان صدقه و صلة. یکیم صدقه است و دومم صله رحمی است. و طرق قطع صله رحمی چی است؟ یکیم تکبر است، سر انسان تکبر غالب شود او قطع صله رحمی می کند. و دوم العداوة المتوارثه، بابایمان دشمنی کرده باشد در پیش زمان و ما شما یال قطع صله رحمی می کنیم، این هم سبب قطع صله رحمی است. و وعید در باره صله رحمی آمده است. رسول الله مبارک میگوید که الله تعالی فرمود: انا الله من الله استم و انا الرحمن من رحمان استم. خلقت الرحم من صله رحمی را پیدا کردیم و شققت من اسمی، لفظ صله رحمی مشتق گردید از اسم من. در رحمان را حامیم است و در رحیم را حامیم است. فمن وصلها واصلته، کسی که صله رحمی را فالید و او را وصل کرد ما وصل میشم. و من قطعها قاطعته، و کسی که صله رحمی را قطع کردید من قیزو قطع میکنم. و من سخنان خود را اختتام میدم و آخر دعوانا